ترفند جدید و عجیب و غریب. علامه فقط من یک عذرخواهی از شما بکنم اگر اجازه بدین، چون ما رسم وقت مهمانان عزیزی که میان وارد استودیو میشن، رسمی که دوستان عزیز قبل از ما همین کار انجام دادن و چه رسم خوبیه که یک سلام به آقا ابو عبدالله حسین میدیم. اگر اجازه بدین تصاویر رو از حرم داشته باشیم، تصاویر رو میبینیم و سلام به انشاءالله خواهیم داد. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیین، السلام علیک ابن فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین، السلام علیکم یا اهل بیت النبوة و معدن الرساله و مختلف الملائکه جمیعا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک و علی اخیک العباس، السلام علیک و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی زوارک. این هم یک ترفند برای مدعیان محبت اهل بیت که اصلا دیگر لازم نیست رنج سفر به عراق و کربلا و غیره را متحمل شوند. نزدیکترین راه این است که به استودیوی این کانال تلویزیونی بروند و از آنجا بدون هیچ دردسری سلام خودشان را به حسین رضی الله عنه و به بقیه ائمه اهل بیت برسانند. از این به بعد به گمان ما برای مردم هم بد نشود، چون مردم این زمان بیشتر به کارهای ساده و بی دردسر و راحت رو می آورند تا کارهای پرمشقت. در ضمن با این گرانی و تورم دیگر هزینه رفتن به کربلا را هم ندارد.